امروز کی روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریکی شما. سلام ای دیل، السلام علیکم عزیزان دیل. امروز جمعی تبریکاتی شهران در خانواده طلادکه معرفتانه و البته مهیایتی مهمان هستیم. طلادکه را در جشن زادروزشان از نام برادرشان که همیشه در مسافرت هستند، از نام عمر قلکه، از نام هلالایتی، از نام عائله آنها، امروز طلادکه را در جشن زادروزشان تبریک کرده تشکر این خانواده را برای دادرشان میرسانیم و برای مادر عزیز برای هستیشان شکرانه گفته آنها را در سال نو میلادی تبریک میگوییم. با ما باشید، با شبکه شهران رفتیم. السلام علیکم طلادکه و البته معرفتانه. سال نو مبارک باشد، سال نو خوشی خورسندی سری پوری نیکی زندگی را بیارد. بگذار در همین سال به صف حاجی ها با یک تا حاجی زیاد شد و خاندانشون باز تبریک بیاییم. امروز باشد فرزندی اصیل شما طلادکه جشن زادروز داشتین، برایشان یک تا کرسک بلند میزنیم. معرفتانه اینا شما نزدیکتر میسه و البته مهیایتی رو نیز تکلیف میکنیم و نشان به مرحبا بیایید شما طلادکه زادروز مبارک. طلادکه امروز احامی که اومدیم تبریک کنیم از نام جیانهای پدرشان، از نام برادرتان، از نام خانواده عمر قلکه هلالایتی. برادران حاضر تلفن کردن دخترها داداشان و گفتن که هزار رحمت گوید برای مادرم، برای بیجان عزیزم هزاران رحمت گوید که الان خیلی برای من دادن را توفه کردم. من فقط مسافری را میگردم، از حال و احوال و دخترهای توی کردیم، در هر توی سر و بر شده استودش و رحمت، هزار رحمت، همیشه صحت سلامت گردد. این الهمان تربیه نیکی مادرم است. خدا رحمت کند پدر عزیز من. الان تربیه نیکی پدر مادر من است. همیشه صحت سلامت باشم، هیچ وقت در دغم زندگی را نبینم. من فخر میکنم با بودن چنین دادرم طلادکه. البته عمر هزاران رحمت گفتم و همین جگربندانتان که برای شما همچون دختر هستند، از نام شخص داستان جان، از نام دینرو، از نام شلالایتی، از نام شهزادایتی، دلنازایتی شما تبریک میگویم. در هر توی ما، توی خواهران و همیشه خدمت و تیار. ماها پیش آمده از ما میپرسیدن که کمبودی نیست می. یکم خیر خدا نکنه تشویش بیاید اگر شب و روز در خاندان ما سر و بر هستند. ما فخر میکنیم، تربیت نیکشان را گرفتیم، همچون پدر میدانیم. پدرم مسافری با میگشتن، ما پدر در مسافری بودگاشون را معلوم نمیکردن. الان مهر محبتی عمک بوده ببریم. پیغمبر خدا هم گفتند که وقتی که جیان تولد میشود از همه پیش از پدر مادرش هم پیشتر عمکان خرسند میشدن که اکنون من عمک شدم گفتند. امروز از این منمی جیانهای عزیزتان از نام خانواده عمر قلکه هلالایتی شما تبریک میگویم. در آینده همراهی مادر عزیز، همراهی معرفتانه و همراهی خواهرم مهیایتی یکجای هم آتون و زیارت کعبه‌الله نصیب کند. حاجی بابا و حاجی اونا شدن در این کاشانه پرفیض زیبایتان حج آشیبال شود. امروز باشد از نام برادرتان میگویم
به مولود دلافروزت تو را تبریک میگویم، به جشن پیروزت تو را تبریک میگویم، به گلزار حیاتی تو ز نو فصل بهار آمد و استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. در این شام فرح افزا ز هر جا نور میبارد، به نور شام چون روزت تو را تبریک میگویم. ز خرسندی دل پاکت کنون لبریز میگردد، به قلب شاد اندرزادت تو را تبریک میگویم. سالروزتان مبارک. معرفت دارد امروز از نام بارکلامک شما به رحمت میگویم. مادرم بعد از درگذشتن پدر جای آنها را نشان نداده، هم پدر و هم مادرشون در سری ما سایبان گشتیم. خدا شما شکر. من که مسافری با میگردم تلفن هم خدا با شکر که اینقدر ترقی یافت و تکنولوژی رو تلفن میکنیم، هر روز از حال احوال من خبر میگیرن و برمی یاد میکنم. میخواستم آموز کنم از آن روی زیبایشان بهره‌مند شوم و البته با سفر کنیم به کودکی ها. بگویم دلم خواهد روم بر روی مادر، وجودم پور شود از روی مادر، تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. امروز روز خورسندی ها، سال نو میلادی را برایتان مبارکباد میگویم. اکنون معرفت خدا شروع کنیم طلبکان رو تبریک میکنیم در جشن زادروزشان. السلام علیکم مهمانان، جیانان، نوه‌های عزیز، رحمت و عزت کردی امکتون که من این روز رو تولد جای تولد شدگی بود در این وقت فردا شدگی همه هوا بود، همه وقت که آمده بود هوا گرد بود، من همه هوا بود تولد شدگی اونجا چکارو خواهیم از ماننیتون فرزندو من سلامت باشم یارا شده کوشک شود که این نوکتی حضور فرزندکاشون بینن. من این نوریکم بم عزت کده و کبراشون همین خیلی تبریک کده عزت کدیم اینا با عمر دراز خجایلاشون بده کوشک میشون حضور بچه کاشون بینن. هم یکاتون هم صدقای اینم صدقای بخصیت بیان خدا دونه هم یکاتون توی خونه مراد خونه شود. این تحتیم جان خیلی خدا خوشکری شده یافته گرگاتان مزدکای نیک من این بچه کام هم یکاشون خیلی نکای قابل ساله خدا اتاد کنه صدقای نو هم یکاشون بچه کای با عزت و حرمت شده کلون شود عزت کنن اتاناشون بنابراین چه مانه عزت کنن ایتی شما نه اتانات عزت کنن شما نه فرزنداتون اتانات شما نه عزت کنن ایلوی سالای نفسالای بخصیت بیاد مفتقامون پیش شود اصلکامون سپا شود پریزیدنتمون مردانت شود هیچ که دوست بزار نکنه دشمن بخار نکنه مرد نامرد محتاج نکنه. من ترجانم ایلویم 120 ساله شود خیلی بده کوشک پیش شود حضور بچه کش نبینم آقای بچه کش نبینم برو برایم شده خود چارکای ساله یا رحمت عزت کده آمده شما به رحمت شما من خدا عزت کنم. رحمت سلامت باشید زادروز مبارک. البته برای نجانی عزیز برای معرفتانم باید نیت‌های نیکی آغوششان پر از زیبایی دماغشان پر از خوشبویی مانند خودشان گلدسته زیبا تیار کردیم. پیشکش میکنیم قرصک میزنیم برای نجانی عزیز ما مرحمت زادروز مبارک. و البته پیروانکی بشوید نزدیکتر از نام فرزندان گلدسته زیبا برای هلالایتی تقدیم میکنیم مرحمت مبارک باشد. هلالایتی از نام خودتان از نام عمرکلامک که حاضر به وطن هستند و باز دور از سمرقندند میخواستیم یک نیت‌های نزدتان را برای تردکه شنویم و سال نو که تمام بیننده های ما را تبریک گویید. مرحمت. تبریک میکنم سربت روی چی نیت داریم نیازتون برسه. رحمت سلامت باشند. از نام جیانها کدامشان تبریک میکنند؟ خورشید بالا از نام فرزندشان تبریک میگوییم. مرحمت. خورشید بالا نزدیکتر میستیم. پدر عزیز را شاگردی عزیز تبریک میگویند. مرحمت. گنجینه کنیم گنجینه چورش پدر ای چراغ خانه مردی دریا مردی دلها توی بهاری آرزوها هنوزم از دستم نگیری میافتم از پا. السلام علیکم به همه شما دوستان
امروز زادروزی پدرجانی من است. الهو پدرجانم 120 ساله شوند. به سر ما فرزندان همه وقت ساغ و سلامت باشند. عمری دراز، رزقی فراز بینند. پدرجان ما را از هیچ کس کم نکرده به وای رسانیدند. خودشان نخوردن و به ما خیراندند. خودشان نپوشیدن و به ما پوشاندند. پدرجان عزیزم، الهو 100 ساله شوید. وقتی ما فرزندان را ببینید، وقتی نبیره و عبیبه ها را ببینید و بعد پیر شوید. تبریک میکنم. رحمت تشکر میگیم. مبارک باشد. و البته عزام جیان ها برای معرفت دادن برای تردک باز توفه ها هست برایشان تقدیم میکنیم. مرحمت. زادروز مبارک باشد میگیم. مرحمت. مبارک باشد. و البته همه جیان ها را که یارا شما تقریب میکنیم شیرینی رو ببریم. شما آغوش کرده تبریک کردنتان ممکن است. مرحمت. تبریک میگیم. زادروز مبارک باشد. گذارش ماندم. هم با تو گذارتان پیششان با. یا باید نزدیکتر بیسته. پشت بانو گذاری داده جان با. مرحمت. شیرینی را میبریم. سالی نو مبارک. زادروز مبارک. Ošao džavom kad nađe na kanivu. Lijepo sve dojela. در این کارخانه پرفیض سندکه حج آشی‌ها شود. ما باشد از آن خواب شیرین ما امروز شما پسواز گرفتم و تا سحر اینجا باشیم. خدا کنه روزهای خرسندی به دیده رسیم. اکنون باشد امروز سالی نو. اولین روزهای سال زادروز سندکه باید رقص خرسندی کنیم. سرودهای شاد میمانیم برای شما. یک جای میرقصیم، شادیانه میکنیم. زادروز مبارک باشد میگیم. مرحبا. شب من تاریکه با من باشی عشقا دنیا رمانتیکه به یاد تو هر شب باز تو می‌نویسم جای تو خدا کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیوار من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من
بپش بپش گپامون خمش خمش ای بچه بپش بپش گپامون خمش خمش تو دست پول میکنم دلت خسر میکنم تو دست پول میکنم دلت خسر میکنم اینک بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده معرفدانه در خانواده تلدکه مهمان شدیم. این لحظه های خرسندی را در جشن سال نو، در جشن زادروزشان از نام برادرشان، از نام عمر قلمک تبریک کردیم، از نام البته هلالایتی تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراه شما با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خوشی خرسندی شما را ترک نسازد. سلامت باشید. مالو رحمت الله دوستان سلام باشید. بله سلام باشید.